حالا وام بس اونجا نشده. ای من این شب چرا پنهان شدی؟ جان من این شب بلای جان شدی. پای من پای خونده نباشم بابامه. یه مدی آه چکار کردی جور کار کردی؟ پاک کردم بابا. هر شریف علافی نلی داره بابا. 10 خر علاف نیست. 10 خر یعنی پاک کردی دیگه در جمع پاک باشو. مثل کف دست شما. باور کنین کف دست شما. ما آنه گنداله بابا. چی؟ گندال کی کرده رای اونو گناهدار بیا. گنداله بابا. میکنه بابا. بابا اینو چی علف دارم. بلور میدارم بابا. نه کیو تا زمین خراب میکنی. ها بابا اه. این تا کمر مشال شد. باور میکنی که همون زد کندم. همون زد مثل گندم ما بابا جو پر شده بود. یعنی تو پاک بکردی که خیری ببینو. بابا این تا دلجان باشین خوب. همین تا مرتب همین تا علف اینه دیاره بابا. گندم ما بیشتر علف میشه. یعنی تو با جا پاک چلو بیامدی. از سر اول شروع کردم تا سر پل کچلو پاک کنن. هم ازم ریشه علفار بکردم کاکا بابا. تاجور پاک کردم آماده کردم. دانم باز هم تو جلوی یلک دادم. گفتم میشه یک دم یا بارش میباره یا مثلا میریم او یلدیم که اینجا دم نکنه به پلا مردم بره. ایلا ها تو یک کار کو برو در سال رمضان اینو بگو ما که بالا نفتن که خودشون خیشی کردن و بگو کمک پول با ما دارم بیارم دیگه دمیدی آخی. آها حسو بابا. ها دیگه پس چی میگم؟ راست میگم. ما نوکر شما کنیم. دادیم فاتحه کردیم پول بیاوردیم. یک دفعه بیاوردیم یک دیشی پول دگم بیاریم ما. ها ها دیگه باید بیارم دیگه مطلب چی هم؟ وخی برو وخی. میرم بابا. میگم برادر ما روزی خرج شاد بکنه. روز اول که اینا خودم خیشی کردم گفتم ما زود داریم پول پیشکش شور میداره میاریم. چی گفتن؟ پولا پیشکش شور میداره میاریم کسی. ها نمیفهمی؟ نه پولا پیشکش گفتم ما زود میاریم برشون. زود میگم چرا زود نمیاری؟ برو بگو بیارین دیگه دم ایده با کار داریم بده. خوبه. اگه میشه که عباس گفت من میرم خونه خوشی خود نیارم بابا. این چینیه. نه بیار اگه. نه میگم نه یا برو حالا نمایا. خوبه. وخی با خبر قالک نیاری به من. خوش باش یا تر. یعنی با پولا رو گم نکنی اگه درست دادم. بابا ها چنده بگم بیارین؟ هرچی داشتم بستو بیار دیگه از اینا. میگم خود شما نیارین بعد من میبرم پولا. اگه خود اینا میارن نه خود اینا بیار اگه نمیارن بابا شما چرا با ما کار تیار میکنی؟ بیارمه. بابا با یک بلوک مفخوری میام مستکم. برو هر کار میکنی برو خود بگم بده به دست من. بگو بده دست من. بابا همه دستمالی که پوست خود پاک میکنه امیر بدین که اگه پول بدن همه تا دستمال بسته کنم. نیه دستمال به کسی مدک من ناوردیم رو به دستمال. البته نانه بشیشتن. بابا انا تامی لیلون نمیشه تامی کنم. لیلون دار افتاد ادم سر یک لیلونی بستو ببره. وا بیلا بابا راستی بگیریم بیلا من میتونم میرم دیگه. مردیونه که برو دیگه. برو مسرا. عجب روزگاره. تو به مردم نگی پول پیشکش نمیارم اینو. نمیفهمم خود از اینو مردم خود از این مردم چیکار کنم. چی رقمه؟ بابا بیار دیگه خب من پول کاردون شوی دیگه. شما یه نفر ریکن به در سرا شما. خونده نباشی. جیسنی سن جنجله. خوی خیرات بخیر. باشه خیلی کنه. خیلی سن عباس. خیراتی شکو. جنجله. چیگه پایشتن داده تو. داده من خوب سلام میگفت السلام. گفت به نامزاد من سلام بگو. نه کجا بدی؟ سن رمضان جنجله. هستی خیریاته خیریاته. خوب شدن گیلا کم بیام خود ما کمک کنه. دهان زبون بس کمک میکنیم ما. رمضان. بیار سلام بگفتن. بعد از سلام گفتن که برو بس اینا سلام بگو. برفتم به در سرا شما گفتم هر دو برای به باغچی ام. ننه تو گفتن که هر دو برای به باغچی ام. برفتن که زمین علفا زمینا رو بدرم بیارم. انیته. بیار سلام میگفتن خوب. و علیکم. انا
گفتن که برو به رمضان یا عباس یا مادر اینا رو دیدی بگو که برادر ما اشتباه کردیم. نه ایتا نگفتن. گفتن که اگه پول داریم بیاریم، پول پیشکش بیاریم، به خاطر که ما شب و روزای عید گردن ما بند باشه، گشنگی مال نوشا خونی ما شاید که شیشتم لغتک بیسی کنه. خب گیلک کجکی چی گفت؟ هی کجکی نوزاد مه؟ او هیچی او نبود، به صحرا بودیم ما. خب گیلک جو پول گیلا برارم اول کسای کو کسی برات پیشکش نمیاره که شما به ما پول بیارین. دیوم اگه ما پولی داشته باشیم حاجت به گفتن شما نداره. هر چیز زودتر این پیشکش برار خوب بیارم خلاص کنم، کلک مکنده میشه عروسی رو میتونم کرده. خود ما سر ما میشه. خب گیلک جو خسبوی خور بگردم. هم کسی هم بیده که برات پولا پیشکش بیایه. من نمیگم تو بگو. خب با پیار تو بگو یا پیش خود خواهدی. گردن ما بند باشه، ما این پیار ما گوشی داره. گردن ما بند باشه 300 گوشی خریده. بو گفته پیاره اگه نگفتی نمیگو. گو برو ما اول پیار میته گو بابا گشتگ از بون خب. اول چی گو به تو اول بگو. اول خود بگم پول میاریم. ما به تو 20 هم میدم اگر راست خود بگی. گفتگ ما اشتباه کردیم، ما با بالا افتادیم شما دختر دادیم. سر بیت گپ بگو. خوشور تو گو پیار من. خیره باشه عباس. به قصه از این گپا نباش، مثل که روزه به سر از این زده نمیفهم به گپ زدن خود. بعد از این گپا ریاله کن. عباس به قصه از این گپا نباش، اگه برو به خونه 5000 پول ورده بده به گیلا که بره. حتما این مسلمونا هم مصرف خرج مصرفی کن. مصرف ما روز 5000 مال بخونیم ما مصرف میشه. یعنی لالا ما از این گپ و خسر خو خیلی تو به قصه از این گپا نباش، یاله کرد گپ برو دیگه. چیزی که من به تو میگم بگو خوبه چشم. ورده برو به دست را 5000 پول بری و بده بگو انه بگیر برو شماره کنی پولار دونه بدونه به دست که با کاپیش نفته که بگه کم بیده. رشکار نمیبری رشکار. نه اینو بار میکنم. برو تو به رشکار کار نداری. بله. جودی بیا یا عباس که دیگه معطلم بابا. برو دیگه. نگیره به سر صحرا تو الاف کنه. بابا ما گفت پول بست بیا عباس نه نسته. نمیسته که بیا از این ما ساعت کار داریم. عباس برو جو الاف نشی جودی بیا دیگه. عباس آخی بیا با موتور برو. لالا تیل نداره، اگه تیلش رو من میبردم دیگه. خب پس میته که میه یک شیشه تیل هم عجله خوب است تو بیار اکبر. خوبه گیلک یک جایی که مثلا کسی میبینی یا به جایی میشینی بفهمیدی؟ گوش کن نه که ما باید پولا پیشکش رفتم. نه ابرو شما میره بعده. پس نیه بعد همین گپ ما هم بگفتی بعده دیگه. شما که میفهم پول نداری. غیر از نمزاد مکجکی دیگه همه خانواده شما کمبود داریم. ما هم کمبود داریم نداریم هیچ چی نداریم پول نداریم دیگه هیچ چی نداریم. پول یک ریپ پول نی عباس. تو با نسته کی انا لبزی جوالی او زودتر باخچه او میخوره لوکه علف کی میشه او یک ساعت طول میکشه تا او بره و تا پال بره. یا الله خدا شکر یا 2000 3000 4000 5000 4000 1000 5000 گیلک جان جور باشه. اشتنی با خود خواهیم تا گفته میری جانگیری کجا بودی تا ترنگ تو خوشه گیلک جو من رفته بودم برات به سلا دومات خوب عباس رفتم برات پولا فشکش برات فشکش فشکش منظور تو بگرفتم. تو رفتی؟ دیگه کسی نبود بره تاکیشیم 5000 روپیه 5000 استندی فشکش اما قسطی جمع میکنی پیشکشه ایرو که پنجشنبه نیه چی؟ میگم اول پیشکش قسطی جمع میکنی در آمرده که بالا کجا یاد گرفته شما. نه خب بابا ما گفت اکبر بزنا بگو شما اگر سر شما وا میشه پولا پیشکش بیاره. ما گفتم برفتم گفتم خوب میاره. میلک جو قسطی آخر هفته قسطا خود جمع کنه 5000 بیشتر میشه تو 5000 پول پیشکش رفتی استندی. ای جان ای خدا. نه به خاطر که ما شب و روزه ایده بابا ما گویی چی نداریم برفتم پیش دومات گفتم بیار بیچاره بره در سالا گفتگانه انا متا پیار مگو دومات تو نیایه خاطر که ما روزه ما سردل خود نداریم. خود چند دگالی از پیشکش بمونده گیلک جو
پسر فاتح دست دیگه که روز اول بیاوردن 30,000 گذاشتم 5,000 مال بدادم 35,000 آه چنده هسته 5 لک واه اینا رو انتهای بدبخت بده بیچاره میکنیم او آه دیگه دیگه اینا که خلاص کنیم با چه کار میکنی گیلا چی پیشکش که خلاص کنیم پیار خوب چه کار نه چی؟ بعد از او بعد؟ حالا که پنجشنبه میری 5,000 جمع میکنی میستونی این پیشکش خلاص شه اینا رو بخوریم بعد از او پیار تو ما چه کار کنه باز دیگه کجا پول میاری خب با بیبی من کلان میشود منصبدار میکنی برو گیلا جو برو دوماد بیچاره تو بیشتر بدبخته که بلا شما افتاده ای که به یک حساب خیلی هم خوشحالی ای تو سعی کنه میبینی پیشکش خلاص میکنه برای هیچی معلومی هم نمیکنه ای تو پنجشنبه و پنجشنبه 5,000 رفته پیشکش جمع کرده فقط میگی پنجشنبه دست جمع میکنه روزا شوم کردم خدا رسید چه کار میکنی؟ تشت روز شم کردی از که یک طرف برات خار گفتی انا مزودی میایم تو سه کومه چه زرا لاف بدر بدم می چهار طرف پرتو کردم گلک جلو ما بگرفته یک ساعت هر چی بزو میگم خار یالا کو میگه خار بده که من میرم برات پیشکش میرم بزو گله از کدی صبح خدایا که تو سه کو برات کی بر این خار بیاره گیلا خار چه کار میکا میگه من میرم برات پیشکش میرم بزو گله برات پیشکش با خار میرم برات وضو غله هر چی بزو میگم یالا کو خار من میرم برات علف میرم میگه نه تو خار بده به دست من به زور دست خود دادم خاره اشته برات پیشکش میرم من چون میگه من میرم بزو گله برات پیشکش خوار خو میرم خب پس برات پول میرفته ما تو حالا که به دنیا کاسه ندیدم که برات پیشکش خوار خو بدم سرا خش خبره بگه پیشکش خوار مر بده اولین گپ یک ما تو حالا از تو میشنو من نمیفهمم کی مردم اشته مردم ندیدن که برو خود پول ندیدن اینا میگه این همه چیزا سرگی هم لالا وای 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 همون نفر هم که خودی از اینا خیشی کدام رنگ خود از اینا دیگه اگر میفهمید که خودی از اینا خیشی نمیکا کم دختر بود به می غله او بیچاره هم به بلا افتاده حتمی به بلا افتاده دیگه وقتی که اینا به در خونی مرتکه برات پول برا آیا دیگه اینا خدا میدونه که زندگی از مرتکه چیکار خواهد کرد بخی برام علفار جمع کنه بخی پیش من ناشی بخی دیگه خوبه از صبح خور گم کرده که گیلاک جلوی مرچاق داده که غیا خار خو بده ما برات پیشکش میرو زودی به تا خاکش کنه که منر ببرن که وقت شو این تو سکو کشته میخوره بابا برو بر کالمی ترقیقی سکو سرقی اون کمی ورتر بسته میکردی باشه بخوره سیر شه مرگ بخوره سرسی که نه سیره بگم تنه کاش کو کمی بزی با همه رو چور میکنه سکو